آقای دکتر احمدی ببخشید من عرضمو خدمتتون بگم. آقایونی که تشریف بودن اقشار مختلف مردمی هستن. اینکه جسارت کردیم بدون اطلاع خدمت رسیدیم. هر کدوم از این آقایون پیام قشری از جامعه رو دارن. مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی، بحث دیانت و مذهب، بحث آسایش روانی، امنیت اقتصادی، مسائل ایران، عزت ایران و اسلام و انقلاب، مسائل بین المللی، همه دیگه در اقشار جامعه به این فهم رسیدن با این روال کار به جایی نمیرسه. اومدیم عاجزانه از شما خواهش کنیم آقای احمدی نژاد فداکاری کنید، همانند آن اتفاقی که سال 84 و 88 فداکاری کردید، آبروی خودتون، آسایش خودتون و خانواده‌تون رو کنار گذاشتید، اومدید به خاطر مردم، به خاطر انقلاب، به خاطر ایران آمدید. باز هم خواهش داریم تشریف بیارید، فداکاری کنید عاجزانه. اگر لازمه ما هر کاری بفرمایید انجام بدیم. لازمه، شما نیازی به این ندارید، دست شما رو میبوسیم، پای شما رو میبوسیم، تو رو خدا بیایید و مردم از این وضعیت نجات بدید. این وضعیت شایسته ایران و مردم انقلابی ما نیست. این شایسته مردمی نیست که شهید دادن. ما این نمیخواستیم، این نیست آنچه که مردم میخواستن. خواهش میکنم بیایید اتفاق مبارکی رو که انشاءالله زمینه ساز ظهور خواهد شد رو رقم بزنید که مردم بیش از این نسبت به باورهای دینی و انقلابی، نسبت به آرمانهای امام و انقلاب بدبین نشن. خواهش ازتون میکنیم، جسارت منو ببخشید. امیدواریم که گوش به حرف مردم بدید و باز هم از خودتون مایه بذارید. خدا خیرتون بده. سلامتی آقای دکتر بلند سلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. من میاد برای کشور، برای مردم قطعاً مضایقه نخواهم کرد. مثلا برای همین دارم زندگی میکنم. اما خب همطور که اشاره کردید شرایط کشور شرایط حساسی است، شرایط خطیری است. گرچه 40-50 سال همطور همیشه میشنویم در این شرایط حساس کنونی، ولی الان واقعا شرایط خطیر هست از جهات گوناگون. فرمودید چشم، من بررسی میکنم، شرایط رو میسنجم، چه اقدامی به نفع هست، به نفع کشور هست، به نفع مردم هست، به صلاح ایران امروز هست، دارم جمع‌بندی میکنم. اجازه بدید من بررسی ها رو انجام بدم، هر نتیجه رسیدم حتما شما رو در جریان خواهم گذاشت انشاءالله. خب دعا میکنیم که بهترین ها برای ایران و ملت ایران و همه بشریت انشاءالله پیش بیاد و موافقت شما تا حضور من با همه وجود امیدوار هستم و اطمینان دارم که انشاءالله وضعیت بهبود پیدا خواهد کرد به نفع مردم، به نفع انسانیت، به نفع همه اون آرزوها و ارزش‌هایی که انسان‌ها چند هزار سال دنبالش هستند. به نفع اونا تغییر خواهد کرد. تحولات سرعت گرفته، شتاب گرفته، نه در ایران، در جهان. امیدوارم که همه ما شاهد این تحولات شیرین و سازنده و مفید به حال جامعه باشیم. انشاءالله عزیز باشید. سلام رسونید به همه مردم و همه دوستانتون.